سلام بینندگان گرامی، امروز سه‌شنبه 23 مارس است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. ساعت به وقت شهر دوشنبه 14 و در پراگ 10 است. در این نشر سرخطی رویدادها درباره آغاز معرکه واکسن زنی با واکسن استرازنیکا در تاجیکستان، تیراندازی در آمریکا که باعث مرگ 10 نفر شد و موضوعهای دیگر گزارش خواهیم داد. روز 23 مارس در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه مراسم رسمی واکسن زنی در تاجیکستان آغاز شد. پرزیدنت تاجیکستان یک روز قبل قرار درباره آغاز واکسن زنی را امضا کرده بود. خبرنگار رادیو آزادی که در این مراسم حضور داشت میگوید اسامه مکاوی، رهبر نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در تاجیکستان، اولین کسی بود که واکسن ضد کووید 19 را گرفت. پس از رهبری دفتر یونیسف، وزیر تندرستی، دو معاون او و دیگر مسئولان بخش بهداشت کشور نیز این واکسن را دریافت کردند. بعد واکسن گرفتن، وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله‌زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که گذراندن ایمونیزاسیا بر ضد بیماری کووید 19 در تاجیکستان برای حفظ سلامتی حتمی است. عبدالله‌زاده از ساکنان دعوت کرد که در مرکزهای بهداشتی حضور پیدا کرده واکسن را دریافت کنند. با گفته وزیر، در همه منطقه‌های کشور برای واکسن گذرانی 3000 نقطه تشکیل شده است. گرفتن واکسن در تاجیکستان اختیاری و رایگان می باشد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 مارس قرار را به امضا رساند که بر اساس آن از همین روز واکسن زنی بر ضد بیماری کووید 19 آغاز می شود. تاجیکستان تاکنون از خارج 192,000 وایه یا دوزه واکسن استرازنیکا را گرفته است. امام علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی چند پیش به رادیو آزادی گفته بود پیش از همه کارمندان ساحه تندرستی، بخش‌های استراتژی خواجگی خلق، ساکنان از 60 سال بالا، شخصان گرفتار بیماری‌های مزمن غیر سرایتی، کارمندان ساحه معارف و علم واکسن بر ضد بیماری را می‌گیرند. حکومت تاجیکستان یک ماه پیشتر اعلان کرد که کرونا ویروس نو در کشور از بین رفته است. این ویروس تاکنون به گفته مسئولان وزارت تندرستی با 13308 نفر سرایت یافته، 90 نفر را کشته است. آماری که ایده به درستیش شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از رقم‌های اعلان شده می‌دانند. در نتیجه یک تیراندازی در فروشگاه در شهر بولدر آمریکا در ایالت کلرادو کمش 10 نفر کشته شدند. دادستان شهرک بولدر مایکل دوفرتی گفت متهم به تیراندازی را که مجروح شده است بعد این حادثه در روز 22 مارس دستگیر کردند. با گفته ماریس هرالد، سردار پلیس شهر، در جریان تیراندازی افسر پلیس اریک تالی 51 ساله نیز هلاک شده است. او اولین مأمور پلیس بوده است که برای مقاومت با مردی تفنگ به دست به جای حادثه آمده است. ماریس هرالد گفت ما درباره 10 نفر کشته در صحنه حادثه خبر داریم، از جمله درباره مرگ یک افسر پلیسی بولدر. افسر تالی پیش از همه به جای حادثه رسیده و با ضرب تیر تفنگ کشته شده است. او عملکرد افسر را نه کمتر از قهرمانی نامید. در یک ویدیویی که خبرنگاران محلی در یوتیوب نشر کردند، جسدهای در داخل فروشگاه و توقفگاه ماشین‌ها دیده می‌شوند. در پاره از ویدیو صدای تیر نیز شنیده می‌شود. در ویدیویی که دیرتر نیز نشر شد، حضور زیادی ماموران پلیس در محل تیراندازی را نمایش می‌دهد. ماموران پلیس درباره سبب‌های تیراندازی چیزی نگفتند که مثل چند تیراندازی‌های اخیر در آمریکا تلفات زیاد داشت. ماریس هرالد گفت که یک تحقیقات پیچیده است و برای انجام آن نه کمتر از 5 روز ضرور است. در واقع بولدر برادر شهر دوشنبه است و آنجا یکی از چایخانه‌های معروف تاجیکی در آمریکا جایگیر می‌باشد. صبح امروز در راه دوشنبه چناق سنگ کلان فرآمده قسم از راه را بسته است، اما روایی ماشین ها همانا ادامه دارد. شرکت اینوویتیو رود سولوشنز مسئول نگاهوبین و پلغانداری از مسافران روز 23 مارس گفت سنگ فرایی در کیلومتر 108 رخ داد و بر اثر آن کسی آسیب ندیده است. راهی اتومبیلگرد دوشنبه چناق که از آفت‌های طبیعی زیاد آسیب پذیر می باشد، شاهدی فرآمدن چنین سنگ ها زیاد می شود. سازمان جهانی تندرستی میگوید به سبب سرایت بیماری پالیومیلیت و یا فلج اطفال به 4 کودک در تاجیکستان در کشور وضع فوق‌العاده درجه دوم اعلان کرده است. در بیانیه رسمی سازمان از روز 19 مارس آمده است تا روز 18 مارس در تاجیکستان 4 مورد فلج اطفال نوع دوم را ثبت کردند که یک نوع ضعیف و حاصل شده از واکسن است. اعلان وضع فوق‌العاده از طرف سازمان جهانی تندرستی یک مقررات داخلی این سازمان است و امکان می‌دهد که
برای کمک به کشوری آسیب دیده منابع لازمی واکسن و یا داروری و وسایل طبی لازم زودتر فرستاده شود. کشورهای همسایه تاجیکستان نیز به این فهرست وارد هستند تا برای پیشگیری از بیماری و یا معالجه چاره‌های ضروری را بیاندیشند. در بیانیه سازمان جهانی تندرستی آمده است که اولین مورد سرایت فلج اطفال نوع دوم در ولایت ختلان روز 22 نوامبر سال 2020 ثبت شد که این نوع بیماری حالا در پاکستان چرخ میزند. گرفتار دومی بیماری را فوریه امسال و باز هم در ولایت ختلان ثبت کردند. دو کودک بیماری دیگر را روز 8 مارس در ناحیه حصار به قید گرفتند و به گفته سازمان جهانی تندرستی تشخیص بهداشتی در 3 محل وجود ویروس را نشان داده است. ویروسی که هم سرایت کرده است به گفته سازمان جهانی تندرستی از واکسن ضد بیماری پیدا می شود و با تغییر ترکیبش به تدریج مثل ویروسی وحشی و یا طبیعی رفتار می کند. تاجیکستان ماه فوریه سال 2021 واکسن زنی سراسری بر ضد بیماری فلج اطفال را خاتمه داده است تا کودکان از نوع دوم فلج امین باشند. تاجیکستان از سال 2002 کشوری عاری از فلج اطفال و یا پلیومیلیت اعلان کرده بودند، هرچند تا سال 2010 موردهای علاهده سرایت بیماری و مرگ و میر کودکان از این بیماری ثبت شده بود. بار اخیر 11 سال پیش در کشور ویروس این بیماری به 458 کودک سرایت کرده و 29 نفر آنها را کشته بود. در میان 458 نفر تقریبا نصف آنها کودکان از 1 تا 5 ساله بودند. در شهر مزار شریف ولایت بلخ جمهوری اسلامی افغانستان خیابان به نام اسماعیل سامانی نامگذاری شد. به نوشته رسانه‌های محلی افغانستان در این خیابان همچنان لوحه با نقش اسماعیل سامانی که از سنگ ساخته شده است گذاشته شد. رسمی پرده‌برداری از لوحه اسماعیل سامانی در بلخ روز 20 مارس با آغاز جشن نوروز با حضور رئیس ولایت بلخ، رئیس شورای ولایتی و دیگر شخصیت‌های پرنفوذ افغانستان صورت گرفته است. این خیابان در شهر مزار شریف از دروازه جمهوری تا دوراهی حیرتانی شهر مزار شریف به نام خیابان سامانی نامگذاری شده است که 12 کیلومتر طول دارد. بنابر نوشته صحیفه نوروز 1400 که این اقدام در دایره برنامه‌های جشنی 5700 سالگی شهر بلخ صورت می‌گیرد و خرج آن را عطا محمد نور، رئیس پیشین ولایت بلخ و یکی از شخصیت‌های پرنفوذ افغانستان پرداخته است. اسماعیل سامانی یکی از شاهان سلاله‌ی سامانیان است. سلاله سامانیان در عصر 9 و 10 میلادی دولت سامانیان را رهبری می‌کردند. و بیننده ارجمند، در پایان این نشر سرخطی رویدادها همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان برای امروز نشر کرده است، $1 آمریکایی 11 سومانی و 31 درم، 1 یورو 13 سومانی و 49 درم و 1000 روبل روسی 151 سومانی و 10 درم ارزش دارد. قربی خرید و فروش اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی نظر به قرب رسمی از 1 تا 3 سومانی میتواند فرق کند. خبر و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما می‌کنیم که پس از 3 ساعت مستقیما در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه‌های رادیو آزادی در فیسبوک نشر می‌شود و ثبتش را می‌توانید آنجا تماشا کنید.